سلام دوستان، امیدوارم حالت خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای ماینکرافت. امروز قراره با هم بریم ببینیم اولین شب داخل هاردکور رو چطور زنده بمونیم. بزن بریم. نقش سینگل پلیر، دنیای جدیدی میسازیم هاردکور و دنیا رو میسازیم ببینیم اولین شب رو چطور باید زنده بمونیم. درصد 40-50% خوبه. خب اولین کاری که باید انجام بدیم خیلی سریع میریم سمت منطقه‌ای که درخت باشه. بالا درخت هست، میریم سریع بریم بالا. خب اولین کاری که میکنیم باید چوب جمع کنیم. خب حالا چوب رو جمع کردیم، تبدیلشون میکنیم، کرافتینگ تیبل میسازیم، کرافتینگ تیبل قرار میدیم، بعد استیک بسازیم، استیک هم میسازیم، یه دونه کلنگ میسازیم، یه دونه تبر، بعد یه دونه شمشیر. خب فکر کنم برای شروعمون کفایت کنه. خب یه مقدار دیگه چوب جمع میکنیم، چند تا چوب دیگه هم جمع میکنیم، بازم چون احتمالاً این وسایل جدید بسازیم. خب اینجا یه دونه درخت هم بهمون داد، این کاری میشم اینجا دوباره. خب صدای اسکلتون میاد. بعد یه زمین خوب پیدا کنیم یه اتاق بسازیم. بسینم. خب نیاز به غذا داریم با مکان برای سرپناه. خب اینجا که چیزی نیست ما شکارش کنیم. اولین چیزی که باید پیدا کنیم غذاه، چون چاله است. جای گیر کردم. هیچ اینجا نیست. شانس ما رو ببین، هیچ پرنده هم پر نمیزنه. خب اینجا سگ است، سگ و گرگ هست. خب اینجا گوسفند میبینیم. خب رو میزنیم، شکارش رو میکنیم. یه گوشتمون پایین. خب حالا غذا داریم، پشم هم داریم. از پشممون فعلا کمه، پشما باش نمیتونیم بزنیم. بریم سراغ سنگ لازم داریم. اینجا جای خوبی برای خونه ساختن نیست، اصلا جای مناسبی نیست. اینجا کلی آبم میاد، جای بهتر باید بریم. اینجا منطقه برفیه. خب اینجا سنگ داریم، میدونیم سنگ رو بکنیم. اگه زغال پیدا کنیم، زغال سنگ پیدا کنیم خیلی خوبه. فعلا زغال سنگ پیدا نکردیم. بریم به این جهت ببینیم. نظرم اینجا تقریبا جای خوبی باشه. اینجا زیرش خالیه. بگو این بر اینجا تقریبا خوب جاییه، میتونیم اینجا کلبه بسازیم. این چوبایی که جمع کردیم و بلنگشون میکنیم. داره میشه اینجا. خب
یه سرپناه بسازیم برای خودمون. اشتباهش بینیم چه نباید اینجا کنده بشه، یه باید بکنیم. چه اشتباهی میکنم من چوب کم میاریم. اینجا باید در بزنیم، درش همون یکی بستشه. ببینم خاک و سنگ هم جمع کردیم. خاک ها رو بزنم اینجا ببینم. خب چوب کم آوردیم، بریم چوب جمع کنیم. خب چوب همون جمع بهش پایین و نمیتونه. خب تقریبا میشه گفت یه سرپناه درست کردیم. حالا باید یک در هم براش بزنیم. در چجوری میساختیم؟ در نداریم. آقا موفق به در نشدیم. درمون بیشتر میخواد، چوب بیشتری. این دره چوب بیشتر میخواست. چرا از نمیذاری؟ چه وضعیه پسر؟ خب این هم در نیاز به دونه فرنیس هم داریم. نیاز به هم غذاهامون بپزیم، هم زغال لازم. ببین ما اینو نصف چوبا رو میذاریم بالا، نصفش رو میذاریم پایین. نمیشه نه؟ خب بذار غذا بپزه. خب غذا رو گذاشتیم بپزه. خب چند تا چوب دیگه بیاریم. خب غذامون در حال پختنه. فعلا با شب اول هم یه 4-5 تا پخته بشه کفایت میکنه. این خونم واقعا خیلی کوچیک شد. گم. خب این غذا برای خوردنه. خب این چوبا رو باید بذاریم اینجا تا بسوزه، تبدیل به زغال سنگ بشه، چون به زغال لازم داریم برای مشعل، ساخت مشعل. بدون مشعل نمیشه تقریبا. باید حتما مشعل باشه، نور باشه تا بتونیم شب و صبح کنیم. خب پل زغال هم داریم. چند تا میخواد؟ کمپای زغال میخواد، اوک میخواد، استیک نداریم. حاجی چند تا چوب دیگه باید جمع کنیم.
بدون کمپ فایر میسازیم. این کمپ فایر رو میذاریم اینجا جلوی در. این همینجا روشن میکنه دیگه. شب اینجا زامبی ریسپان نمیشه، تو روش هم نباید ولی دمیج میشیم. زغال پیدا نکردیم. این زغال پیدا کردیم حالا وضعیت فهمیدن، اما زغال پیدا نکردیم و امشب و تا صبح باید همینجا سر کنیم. غذامون هم این گوشت است که باید بخوریم. دوستان دمتون گرم. این هم اولین شب در بازی ماینکرافت قسمت هاردکور. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. کانال رو دنبال کنید، لایک کنید، نظر بذارید. دمتون گرم. زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای بعدی با خبر باشید. خیلی ممنون. فعلا خداحافظ.